روز 9 سپتامبر در میدان دوستی در مرکز شهر دوشنبه به افتخار سالگرد 30 سالگی استقلال تاجیکستان راهپیمایی جشنی دایر شد. در این راهپیمایی که از خیابان رودکی تا خیابان اسماعیل سامانی طول کشید، بیش از 30,000 نفر اشتراک کردند. این نمایندگان کسب و کارهای گوناگون، کارمندان مؤسسه ها و کارخانه ها را که با پورتریت های خرد و بزرگ پرزیدنت امامعلی رحمان و با پرچم های تاجیکستان و عکس های دیگر قهرمان های تاجیکستان در دست از میدان گذشتند. در منبر پرزیدنت امامعلی رحمان استقبال کرد. امامعلی رحمان را در منبر رئیسان هر دو مجلس پارلمان رستم امامعلی و محمد طاهر ذاکرزاده، سروزیر قاهر رسولزاده و رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان همراهی میکردند. طوری به نظر میرسد با وجود تجمع ازدحام بزرگ کسی به معیارهای بهداشتی رعایت نکرد و تقریبا یگان کس نقاب نداشت. راهپیمایی روز 9 سپتامبر نقطه اوج تنتنه‌های بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان گردید. روز 7 سپتامبر در دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری با اشتراک 162,000 نفر گذشت نظامی برگزار گردید. روز 8 سپتامبر در یک جلسه تنتنوی امامعلی رحمان برد و باخت کشور را در 30 سال استقلالش جمع بست کرد. اینک 29 سال از 30 سال استقلالش تاجیکستان را امامعلی رحمان راهبری میکند. جشن استقلال در حال گذشت که بنا به برخی سر و صداها احتمال می رود که بعد این عید امامعلی رحمان کرسی پرزیدنتی را به پسر کلانیش رستم امامعلی سپرده خود مثل نورسلطان نظربایف در قزاقستان همچون پیشوای ملت راهبری عمومی دولت را به عهده بگیرد. روز جشن 30 سالگی استقلال تاجیکستان اخیراً تغییر جدی وضع حربی و سیاسی در افغانستان همسایه سایه انداخت. این کشور جنگ زده را که با تاجیکستان نزدیک 1400 کیلومتر مرز مستقیم دارد، ماه اوگوست گروه تندرو طالبان تصرف کرد. امامعلی رحمان روز 8 سپتامبر یک بخش اعظم سخنرانی جشنی را به وضع افغانستان بخشید و از این اظهار حیرت کرد که جامعه جهانی نسبت به آنچه که این شب و روز در افغانستان میگذرد سکوت اختیار کرده است. امامعلی رحمان قبلا گفته بود که تاجیکستان حکومتی را که به تاجیکان افغانستان و دیگر اقلیت‌های ملی آن کشور جایگاه شایسته قائل نمی-نماید اعتراف نخواهد کرد. طالبان 2 روز پیش 33 عضو حکومتش را معرفی کرد که در آن تنها 3 تاجیک طالبان پرست مقام گرفتند. برخلاف تقاضا و انتظاری جامعه بین المللی، طالبان پیشنهاد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان را صرف نظر کرد.